خب آقای رجب در دل کن. همیشه ناله هست، همیشه اه، ابراز ناامیدی و نگرانی و حتی بعضی وقتا دلچرکینی و اینا هست، اینا طبیعیه، احساس همه ما هست. وقتی سخت میشیم، وقتی اوضاعمون خراب میشه، شاید به زمین زمان بد بیراه بگیم، شاید به زمین، شاید همه چیز رو مقصر ببینیم، همه چیز رو انتظار داشته باشیم، چرا مردم اینجوری، چرا مردم اونجوری، چرا این سکوت کرده، چرا اونا سکوت کنن، چرا هیچکی حرفی نمیزنه. خب چرا؟ چون اوضاع بر آدم سخت میشه، برای اینکه ما میریم زیر فشار. این سختی ها، این فشارها منجر میشه که ما زمین و زمان رو مقصر ببینیم. حالا البته من خودم شخصا اینجوری نبودم، من همیشه میرفتم تو خودم و سعی میکردم، همیشه هم اینجوری هم و سعی میکنم از خودم شروع کنم، از خودم ببینم، از خودم بیرون بیام و بیرون از خودم رو مقصر نبینم. و برای همین هیچ موقع نسبت به مردم ناامید نشدم، بی تفاوت نشدم، به خاطر این نوع نگاهم. حتی تو بدترین شرایط من از یادم نمیره، من از شرایط خیلی سختی رو تو من وقتی زندان 10 سال زندان محکوم شدم، بعد از بازجویی و شکنجه و فلان اینا 10 سال زندان محکوم شدیم، رفتیم گوهردشت و اینا. اونجا پس از مدتی من رو به خاطر مسائل درون زندان بردنم انفرادی و اونجا لاجوردی اومد و جیره کتک برای ما گذاشت و بماند داستانش مفصله. بعدا که ما منتقل شدیم به پزشکار و شرایط مجرد پزشکار و درگیری ها و اینها که همه رو من تو کتابم توضیح دادم. تو هم مثل ما از جنس کاکتوسی آقای رج. بعد منو دوباره برای بازجویی منتقلم کردن ببین. ای بابا. فکر کنید 10 سال اون گرفتی، هر جای دنیا هستی دیگه میرید حبستو میکشی دیگه. ما تازه شروع شده، اول تو گوهردشت بازجویی انفرادی، شکنجه، جیره کتک و حالا قزل حصار، مجرد، بدبختی، بیچارگی، اینا. افتادی کجا؟ افتادی دوباره اوین، دوباره بازجویی از روز اول. تمام اون چه که از بازجویی هم از سر گذرونده بودی دوباره از اول، حالا دوباره همه رو به اضافه چیزهای جدید از سر بگذرون. من 13 روز 13 شکنجه شدم، خیلی هم اذیت شدم. ولی وقتی میادم میشستم پشت در شعبه، هیچ موقع یادم نمیره. شروع کردم میگم اونجا چون وگرنه میشکنی ها، وگرنه دارم کم میاره، خودم میدونستم. و همین دلیل شروع کردم یه دعایی رو خوندن، به جای اینکه یعنی به خودم سعی کردم قوت قلب دیگه. قوت قلب بدم. الهی عظم البلاء و برح الخفا و برکشف القطاع و برقت الرجا و زاغت الارض و منعت السما و انت المستعان و الیک المشتکا و الیک همینجوری میره تا حالا بماند دیگه. ببینید، و این اصل حال من بود. چرا؟ تو مسائلم رو شده بود، پروندم رو شده بود. الهی عظم البلاء، بلا بزرگه، بلا بزرگه، عظم البلاء، برح الخفا، اون چیزایی که مخفی بوده رو شده. بعد اینا دعا نیست، اینا شعره. خب شما میتونید مثل هر شعر دیگه است. برح الخفا من کشف الغطاء، یعنی پرده ها پاره شده، من کشف الغطاء زاغت، چرا؟ چون پرده دیگه پاره میشه. زاغت الارض و منعت السما، زمین کوچیک شده، سقف آسمون کوتاه شده. و واقعا این حالت من بود. زاغت الارض و منعت السما و انت المستعان، از تو کمک میخوام و الیک المشتکا، به تو شکایت میکنم. و تویی که اول هر شدت و رخایی هستی، درسته؟ تو کمک میکنی که ما از این شدت و رخا بیرون بیان. بعد الغوث الغوث الغوث، الساعه الساعه الساعه، العجله العجله العجله، یعنی همین الان فریاد رس میخوای،
همین الان میخوای، همین الان میخوای. ببینید اینجوری شما خودت روحیه میدی. خب یه وقت یه شعری میخونی، چه میدونم، من یه روز یادمه پشت دره خواستم ما برخورد کنم به وزارت اطلاعات، بعد تو 209 بودم، شعر نصیری رو میخوندم برای خیلی به خودم قوت قلب بدم. ملاحظه میکنید یه شعر خیلی جالبی داشت بود که بازجو رو تحقیرش میکنی، دشمن رو تحقیرش میکنی و تو هم جامعه کهنه پوسیده بر تناب زمان و من دلداری دارم که با نسیم پرکش تناب را پاره میکند و تو را چون اخمی در هم میپیچد. تو ببینید تو آن شمایل هدفی که دلدار من تنها با نگاه خشمش با دو گلوله زیبا رو در تاریخانه قلبت خواهد آفت. ببین من وقتی اینو میخوندم احساس میکردم میرم تو آسمون، احساس میکردم اوج میگیرم، احساس میکردم حالا قدرت دارم، احساس میکردم حالا میتونم دفاع کنم، یا میتونم از خودم حفاظت کنم، یا میتونم با این برخورد بکنم، یا میتونم خودم رو به این تحمیل کنم. این شما باید دارای یک ذات، چی میگن، یه چیزی آدم در درون خودش باشه. ذات اینه که ما بخوایم به بیرون خودمون دائم بپردازیم و این باعث میشه که ما کم بیاریم. من مثلا کشتار 67 وقتی صدای بوق عروسی رو میشنیدم، چرا که قبل از ماه محرم بود، آخرین روزهای قبل از ماه محرم، تابستون هم باشه، ایران میدونید چقدر عروسیه، دائم توی گوهردشت صدای ماشین بوق عروسی اومد. خب من خوشحال بودم، من از صمیم قلب خوشحال بودم که مردم اون بیرون خوشحالن. ما اینجا بچه های همه کشته شدن، این همه صبح رفتیم شب میایم، بچه ها نیستن، آدم هاش میشد 100 کیلو و پله میخواد بیاد بالا. تعهدی که به مبارزه داشتم، تعهدی که به زنده موندن داشتم، تعهدی که به این ادامه راه داشتم، تعهدی که به این که کم نیارم، تعهدی که نسبت به این که بایستم، تعهد نسبت به این که بتونم صدای خاموش شدن رو پژواک بدم. و میمونم بگم مردم خوشحالن، بودم چه خوب مردم خوشحالن، چه خوب نمیدونن اینجا ما چه غمی داریم، چه خوب که اینها یه لحظات شادی رو دارن و چه خوب که امشب نطفه های جدیدش بسته میشه. این همه رو کشتن، زندگی رو نمیتونن بکشن. نطفه های جدید اینجا الان شکل میگیره، این نطفه هاست که امروز اون نطفه ها میدونید چند سالشونه آمده؟ نطفه ها الان 36-37 سالشونه، 36 سالشونه. اون نطفه هایی که اون روز بسته شد الان 36 سالشونه.
آه آب و ایرج حال من خراب کردی پسر.